کلالا من چی میگم؟ چی میگی؟ ای کامات خب اینجی بعد از اونی من میرم به پیش ازی میگم این جوجه سگ کجا میبری؟ شما که دو طرف میاییم شما رو صدا میکنم میگم این جوجه سگ لالا شما بخندیم بگیم نه جوجه سگ به کجا؟ این شغالیه بفهمیدیم؟ گپ بزنیم که هم بشنوه بعد بگیم این شغال کاسته حمله میکنه به رو آدم بعد این اسب خود شما مستانیم راخو میگیریم بریم یعنی خوب فکری داری والله خوب فکری داری بله همین کار حتما میکنیم خود شما ما چون نما معلوم نیه تو حاله معلوم نمیشه نه میایه حالا هر جا که باشی میایه پیدا میشه هر جا باشه پیدا میشه میایه هر جا باشه حالی میایه تو وقتی برو سرمو پوزه همون جی دیگه جاتونه من تا گپ خودت شروع کردم بعد از این شما رو صدا میکنم تا هم بیا طرف راست میگی شک نکنه که ما خودی هم رفیق باشه باشه برو وقتی انا میبینی فکر برو بسیار از جانان دا مثل که تو رو بگریفته مردم گوسفند و گاو بسته میکنه تو جوجه سگ تو جوجه سگ بسته کردی کش میکنی مثل صدا نانی میده ماما مثل صدا نانی میداری حال دیگه بده که بابا چی میگی مردم گاو و گوسفند بسته میکنه کش میکنه تو جوجه سگ چریتا کردی جوجه سگ لیلا بگو روزی که عقل کمال بخش میکردن شما به کجا بودین؟ بمینجی بودم خب بمینجی نرسید به شما تو عقل کمال نداری که جوجه سگ گردن بسته کردی کش میکنی بابا این اسبیه پیار من برار منه پیار منه این اسبی نیه ای جوجه سگه تو نمیفهمی این جوجه سگه بله لالا بله بیاین شما سلام علیکم سیکو لالا جوجه سگ گردن بسته کرده و دنبال خود کش میکنه بگی اسبی این جوجه سگ به کجای کلت خرابه آنه جوجه سگ به کجای تو ماما. کلت مثل خراب مثل دیونه ای گولیار خودی پوش خوردی خود پوش خود ماما این جوجه سگیه نه بابا کاش که سگ می بود این شغاله شغاله چرا شغاله شغال چرا تنه و گردن شغال بسته کردی خطر داره شغال یک بار اگه حمله کنه آدم میخوره شما مثل که ما کارتان خود گولیا خورده نه چرا آخه انا دهنه پر بپرس همین شغالی نیه این میگه جوجه سگه شما میگه شغالیه این نمیفهمه این کله از این پوشه من که میفهمم این شغالیه از اون رنگ سیکو از اون رنگی میفهمی که شغالیه این شغالیه شغالیه دیگه باز ما که رفتم که حمله میکنه همتا مستقیم به رو آدم همتا مکمل تو رو آدم تلوش میکنه روش کنی نبوری به خونه که خطر داره هرچی مرغ و چرغ داشته باشی میخوره بالی آدم حمله میکنه آدم هم میخوره این بد چیزیه یه لکو که بره از کار خوب بره برای هنوز که تو نگرفته هنوز که تو نگرفته این شغالیه ها یه حمله میکنه گوشه سعی میکنه نمیبینی ایسا کن گوشه آخری میبینی چه چور کرده میتا منتظره که حمله کنه این اسب ما بیدک ماما اسب به کجای حال شغال شده شغالیه ای بعد شغالی هم هست ما خرفتم لالا تو اختیار خورده تو نمیفهمی گردن از این خوشکه بسته که خیلی گپ از یزودم به حالی تو حمله نکرده رو تو نکنده اره سکینه ما به تو میگم این خطرناکه بریم لالا بریم بره ما خرفتم بره بیا استاد نشو بیا بچه ماما شما بیاین ها چی فکر میکنی ای سعی میکنه خونی ما به تو میگم سگی بودی آدم هنی رسمی میشناخت میگه شغالیه شغال حمله میکنه خب میترسه که میگه زد حمله کنه به جون آدم اوه بچه ما بچم های میای بچه شغال
بچه ما بچه میخورم تو برو بده بچه یعنی سلام بلال سنجیدم نه سنجیدم بازم پلان از تو بود به حرف ما کرد آفرین. تو گفتی سگیه جوجه سگیه باور نکرد هم که گفتم شغالیه دیدیم یلا میگم یک کردگاه کو بریم که دیگه شغال حرکت دیم ببریم حالا کجای هست همونجا هم سر جا کنه همونجا آی جون بریم بریم لالا جو لالا بخزی چیکاره لالا؟ لالا هیاته گو ما گساله زایده اخی کله خراب اما گو به هر ماه 6 تا میزایه 2 ماه جلوتر گساله زایده بود گو گساله زایده ما را خواب بیدار کردی میفهم که 2 ماه جلوتر گو ما گساله زایده بالی گلک دزدا فیلم کار کرده اسب از او بستونده یعنی چی؟ اشته استونم یک لگری پس برستی و بستونه بالی فیلم به کار کجا بوده چی گپ شده؟ آن خودی بیان در خونه گریه میکنه وقتی تو بودی بیشتر به صدا خوبیه یک لگری پس برستی اشته استونم لا حول ولا قوة از این برار من چکار کنم آخه به چی بلا افتادم خود عظیمه بیا گریه نکن برای من به کجا بودی تو؟ اسب به دست کی داری تو؟ من متاسف نشد سوال شما الان کردن اسب به دست مدهی که می آمدم متاسف عرب چینگک جوی در اختیار یک دیدم که 2 نفر بیامدم اینجا خود کو میخندم غش کردم ایت کلما خور گرفته داشتم لالا این شغالیه شغاله چرا شغاله من میگم چرا میخندم اونا با من میگن تو ما حال میبینم که مرتکه گردن جوجه سگ بسته کنه انا با یک بار او بچه گفت اگه جوجه سگ به کجای با رفیق دیگه گفت که من ایرون میمونم که گردن شغال بسته کنی شغالم یک دم عمله میکنه طور میگیره گفت گردن شغاله یعنی امو اسب تو با کتگی اونا گفتم شغال تو خیال شغال کردی به کجا عقل خو؟ اونا خوب گفتن شغاله گفتم این تو خیالی میبینی که اسبیه من خیال کردم راست من نمیفهمم که تو برار چی وقت همین کله تو به کار میفته که چی وقت یک لگری پس به ما با دست دارم که تو بودی به سرابه چلونی تو وقتی بیایی رالی به ما 2 دست دو بادارسته به کجا بوده این منطقه مردم به کجا بوده؟ درخته بنام سر تپه که نمیاییم پس ما دستون برم آلی من بیش کی برم من چه کار کنم به کجا برم که توی اسب گم کردی آخه میشنختی مرتکه کی؟ همونی توی که بودم میشنختی کده دیتا همینایی که از تو اسب بستونم اسب نستونم گفتم یله دی بچی تو ما موجود که طور میشه شغال بگیره من اسب یله کدام بجستم وقتی که بریم وقتی خاک به سر تو تنی شطور شده عقل تو یه مقدار بارو نرسته وقتی جلوشو کنی وقتی ای بدتر سنده لالا وقتی که بریم که حرف بار داریم بیاریم ما حالا مونده نباشین
مونده نباشیم جا لالا. خوشحال خیریت مونده نباشید جان شما جاره. خوب سلامت. میگم لالا جگر یک دو نفر ندیدم این اسب ما جلوی بوده باشه و رشته باشه بیاورده باشه جامعه جلوی تو نخورده. چی رقم لالا؟ اسبی بوده اسب به دست ای برار خدا دادم گفتم برو به صحرا بچلون کمک شکم سیر شه. یک نیم لگری پاس بدم دست دادم گفتم وقت برو به صحرا بچلون. آلی بیا دو دست دو پا درست سر میگم چون اسب بدون پر گفتن که یک گفته با سر دی فلان سنجیدن گفته یک گفته جوجه سگ یک گفته شغاله یا بترسید اسب نکرده برو مساعد خوش باوره نه دیگه کس مسئله لالا. یار لالا ما کن ندیدم یعنی چی رقم از پران کسی شغال و سگ گفته که بستونه. ما با چه خاله میتونم آمدم تا زمینا همه تا زمینا تیر میشدیم دو نفر پیش می درختا شیشته بیدن یک بار یکی بیامد که بخندید غش که جوجه سگ به کجا میبری. خب با مرتقا که ارا تیر میشد بیامد گفته که نه ماما جو تو این چیزیه ماما او گفته که شغال این چیزیه جوجه سگ نیه شغالیه. خب انا من پرتو کردم انا. خب میفهمیم لالا. به سر برار شما فیلم بازی کردم. میفهم لالا میفهم جگرم. مثل ازی که به سر من فیلم بازی کردم برفتون که گوشی بخرم. گوشی روشن کرد به پیش من مقبول عکس مر بگرفت یک بدلت به دست من با سعی کردم ایواز که دور بدلت گوشی خرابی به دست میرون که سعی میکنم با خونه خرابه که اصلا روشن نمیشه. خدا لعنت یعنی کلابازا بوده. خدا لعنت کنه چهار کلال وخی نه لالا اینا ریت. ای فنون خونه با تو وخی براش کو بری وخی همین لالا برین سراغ بکنیم خدا اینا مگر در برو پیدا کن اگه نه که چیزی که گم شد دیگه پیدا کردن خانه با خدا بگردیم وخی چه کار میکنی نه کلالا من اینا سو میکنم اینا نمیکنم اصلا وقتی خیر باشه و نه دور بس پرتکو نه تا دیگه من اینا رو ما نمیکنم یک عالم با خونه پیاز داریم آخه تو خود خلاص شده. بابا رو اثر زمینا بکن نبری نه وقت برای صاحب نبر پیش لالا مردم باش که ببرم دیگه من اینا رو ببخشید لالا این برار رو کمک این برار شما اگه شیاری بودم اسب نمیسوندم پیش ازی